سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 1 اکتبر. مقامات افغانستان میگویند بسیاری از بخش‌های شهری استراتژیک کندوز در مرز با تاجیکستان را از دست طالبان آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان روز 1 اکتبر گفت در عملیات شبانه علیه جنگجویان طالب در شهر 150 نفر از آنها را کشتند و کندوز را از حضور طالبان پاک کردند. این شهر شمالی افغانستان را طالبان 3 روز پیش اشغال کردند و سخنگوی آنها به خبرگزاری رایترز گفته است طالبان هنوز هم با نیروهای حکومتی افغانستان مقاومت می‌کنند و قسمت‌های از شهر را در دست دارند. صحبت امروزه درباره عملیات در کندوز است و با همکارم ستار فروغ از رادیوی افغانستانی آزاد. ستار، خودت با افسر در کندوز صحبت کردی. نیروهای امنیتی درباره آزاد کردن کندوز چی میگویند؟ تشکر. این افسر اردوی ملی افغانستان میگوید که آنها ساعت 11 دیشب عملیات را برای واپسگیری شهر کندوز آغاز کردند و سحرگاه امروز توانستند که بخشای زیادی از شهر کندوز را از تصرف طالبان مسلح خارج سازند و نیروهای امنیتی وارد شهر کندوز شوند. او گفت که در یک قسمتی از شهر کندوز هنوز هم درگیری با مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. به گفته این عضو اردوی ملی افغانستان، حمایت هوایی نیروهای ناتو را هم در این عملیات با خود داشتند و به گفته او این حمایت هوایی کمک کرد تا به طور دقیق مخالفان مسلح هدف قرار بگیرند و از تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان جلوگیری شود. تشکر. همکارم ستار فروغ از رادیو افغانستانی آزاد صحبت میکرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان میگوید از نتیجه های کاری 3 سالش در دوشنبه قناعتمند است. سوزان الیوت که به زودی مأموریتش در تاجیکستان به پایان میرسد، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی روز 1 اکتبر درباره برنامه‌های کمکی آمریکا برای تاجیکستان و هم درباره ناامنی‌ها در کندوز صحبت کرد. ما از تحولات اخیر در افغانستان و از جمله اشغال کندوز و دیگر مناطق شمال افغانستان نگران هستیم. ما برای از بین بردن خطر تروریسم از طرف طالبان و دیگر گروه‌ها در افغانستان همکاری را با نیروهای امنیت ملی و حکومت کابل ادامه می‌دهیم. سوزان الیوت بعد از 3 سال کار در تاجیکستان آخر ماه اکتبر کشور را ترک می‌کند و مصاحبه کامل با او را در وبسایت azadi.org ببینید. بنابر گزارش‌ها قرار است روز 2 اکتبر محاکمه پرونده قتل عمرعلی قوتوف رهبر پیشین گروه 24 در دادگاه در شهر استانبول ترکیه از سر گرفته شود. یکی از طرفداران قوتوف منبع آگاه از پرونده به رادیوی آزادی گفت پلیس ترکیه در عموم 6 نفر را به قتل رهبر پیشین گروه 24 متهم می‌کند، ولی فقط 1 نفر آنها سلیمان قیوموف ساکن واسه به دادگاه در استانبول حاضر می‌شود. این ساکن واسه را به همدستی و سوءقصد به جان عمرعلی قوتوف متهم می‌کنند. 2 عامل اساسی قتل به گفته پلیس ترکیه بر روسیه گریختند. عمرعلی قوتوف را شب 5 مارس در یکی از محله‌های مرکزی استانبول با ضربه تیر تفنگ کشتند. تاجیکستان گروه 24 او را سازمان افراطگرا اعلام کرده و فعالیتش در کشور را ممنوع کرده است. در شهر دوشنبه صاحبکاران و مقامات تاجیکستان با گروه از تاجران و نمایندگان شرکت‌های هلند راه‌های همکاری و آموختن تجربه صاحب پیشرفته کشاورزی هلند را بررسی کردند. در این فروم اقتصادی 11 شرکت هلندی که به کارکرد محصولات کشاورزی و یا پرورش زراعت‌های گوناگون مشغولند، تولیدات و شیوه‌های کار خود را به صاحبکاران تاجیک معرفی کردند. از بس که هلند با ساحه کشاورزی پیشرفته خود در جهان مشهور است، مقامات تاجیکستان میگویند آموختن تجربه‌های این کشور برای پیشرفت عرصه کشاورزی تاجیکستان مفید است. قرار است بین شرکت‌های هلندی و تاجیکستان سندهای همکاری به امضا برسد. دانشمندان و اهل شعر و فرهنگ روز 30 سپتامبر با برگزاری یک محفل و با مولانا خوانی روز جلال الدین بلخی را در دوشنبه تجلیل کردند. در این محفل در
تالاری خانه ادیبان در پایتخت راجع به آثار و افکار و تعلیمات مولانا جلال الدین بلخی صحبت شد و گل رخساری صفی شاعر سرشناس تاجیک جلال الدین بلخی یا رومی را از متفکران و شاعران بی همتای نامید که به قول او تاجیکان حالا هم از او زبان می آموزند. این معجزه است و این معجزه را برای ما آفریدگار در صورت مولانا عطا کرده است. مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین سخنوران ادبیات فارس و تاجیک از عصر 13 است و مثنوی معنوی او را قرآن با زبان پهلوی نامیدند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.